کل نره با بازار کورم نره با عموم. تو کینی؟ بله تو کینی؟ بله کجایی؟ دست بیاسا مامو. کجایی تو؟ گرد میزنی؟ دست باسا کل نره با عموم کورم نره با چه با بازار. تو پیش بیا یک دفعه من پیش بیا یک ما به تو کار دارم. چرا نشلخته مامان امروز؟ تو بیا یک دفعه. بس لخته. تو گلک نی؟ ها تو بیا یک بیا بچه خاله زلیخا. بیا تو بیا که تو کار دارم. بده. چی کار داره؟ تو بیا یک گلک بیا که تو کار دارم بیا که تو پولی بدم بیا. بیا که تو پولی بدم بیا. دست بیاسا. کجایی تو حالی تو بیا یک دیگه بیا که تو کار دارم بیا. چی بده مامان؟ بیا که تو پولی بدم بیا. پوله؟ بیا که پولی بدم بیا. چرا کمر بزنه؟ تو بیا ما تو کار ندارم گلک جون تو رفیق مام هستی تو بیا. تو بیا که تو پولی بدم بیا. بده. کجایی تو بیا. آره. تو بیا. کجایی؟ گلک جون. آره. تو بیا یک. آره بگیرین دستمه. کو آساخور پرتو دی. آساخ پرتو دو میفته کن. بیا که تو پولی بدم. تو بیا. آره. ماما. نه اونا 4 ساعت بیستی. ندارم تو میگو پولی بدم تو بیا. قسم خورده. بیا دیگه تو کار ندارم تو بیا. آره. یه مهدی. نه چی میگی؟ نه چی گفتی؟ با خودم بات کردم. تو چی گفتی؟ بکنم. بکنی میگی؟ نه بات کردم. یک دو دیگه تکرار کن چی گفتی بدی؟ گفتم کل برفته با عموم. شما براتون به بازار. ماما شاگل بیاد کجایی؟ کابلی خم کرده بگیر. دیگه کف بردن بدک. رات تو به خاک شه. کل با عموم کور کنه به بازار. برو دیگه. رات تو بگو. بخیر از این به ترک ماما نورو. صورتا که تو قبرستون چطور ایت کارو یاد گرفته که کل نره با عموم و کورم نره با بازار. تو مار مسخره میکنی ها؟ شکار ماما نوروز خیریت باشه. تو کینی؟ منو کجیرو. کجیری؟ سرمی گلک کنه بلد نی؟ بلدو همسایه ما و شما نکته بلدیم. اخوری بلاسته گفته که چطور جونه نمیخورم. با میگه کل نره با عموم کورم نره با بازار. من خریت دینو مردی سفیدی. ای رنگه کجی ساده به خوکشه. تو بگی مرتون در سرانو ببره که من بزر سرانو ببره. به شما میده بو. بگی تو مرتون در سرانو گلک کنه ببره. خوبه ماما نوروز مدت گیلک بهید نیایی گیلک میفرد خود چما سادیه مدام همین من خود پیاری گردونو اگه پیاری نه مداری که هست دیگه یک مرگ خاک که هست یعنی ما بریم چی بگیم بریو تو برون خودی نو گردونو دیگه من مادر سفید من مسخره میکنه بریم من برون خودی از اینا گفت میدنه شما دنده هم باشید بیاییم همین جوگاه استاد چیم بیاییم همین جوگاه استاد چیم که من در زنم درست یکو خجالت نمیکشه تنی خوک فقط تنی شطوره میمونه ما رو مسخره میکنه خیره مومن مادر سفیدی شما به دل نگیرید مانی خاله منو کجیرو خاله گیلک به سرایه رنگه که گیلک به چی شما به زیر خاک چه خوبه چکار شده بابا من امروز گفته کور نره و بازار کل نره به همون همین گپا خوبیت داره مرد کلونی به مثل پیار ما و چمانه اون مسخره کنه نه خوبه چه من ساده نمیفهمه دیگه شما به دل خونه اگرین خیلی با خورده سادگیه اون عقل کمال تربیه دیم عقل کمال یاد دیم بریو شرمایا خوب چیزیه که من مرد سفید من مسخره میکنه به پول همیته نمیفهمه خاله دم اسم پول ببرین در و بعد این کور به او کو میزنه
بچه خور کلون کردی، تربیه بری و یاد ندادی، عقل و کمال و شعور یاد ندادی. گیلک تا به کی مای همیت بی سر نوشت و بی سر فرد به تعدیدی باشه. مردم دی هم عدس یادیات هم به میره غم میشه. نه تا کی ما تحمل کنی کدو کار گیلک نادیده بگیری. خودیت نداره خاله گیلک بچونی بفهمونی. اموری اگه اوی جنه خونه نمیدیش بچه های همسین دسال ببینه. همشیره جان، همشیره سگو چی میگم؟ من بیاره بگه یک چارچ پادیر بزنه که باکم خوب بفهمه. بگه مردم مسخره نکنه. بابا در روی بوده گیلک بگی. ولی من چی بگم؟ من میگه ببخشم شما مردم افغانستان میتو خصیت داره که مردم بکشه میگیم ببخشی. چی بخشیدن چی کاری چی؟ بفهمونیم بچه خوب. بفهمونیم. بریم بابا نیروز خیلی شما به دل نگیریم. از گیلک گیرینیه بابا نیروز فهمی نداره. دل دام میشکنه بیامدم به خونه میگن سکو تو گیلک آدم کلون امروز من نمیفهمه میگه کور نره به بازار نره کال نره به همون. یعنی به نظر شما همین کار خوبیت داره که آدم به یک آدم موی سفیده که مثل پیار آدم به آدم جفنگ بگه. نه ما باور کن من که یزیدی و پیار کنیم باز همین ساده غمی نداره شما به دل خود نگیریم. ناسانتره دیاغنتره دیگه پیشی بشریده دیگه. همین ساده هم اگه 4 کلمه آدم این نصیحت کنه فرض مثال بزوی به روی بگه پیر جو بابا جو روی تو به دل من مردم به عذاب نکو به مردم جفنگ نگو مثلا آزار اذیت به مردم ضرر نرسونه. همین ساده هم به گپ میفهمه. شاید شما و مادر این نصیحت نکنه. باور کنیه باور کن شو روز نصیحت ما همینه که بابا جان گپ گنده به کسی نزدیم مردم مزاری نکو برا راسته برو راسته بیا به کسی آزاری نرسید دیگه چکا کنم. با مادری هم میگم من خود مول میشنم نصیحت میکنم که دیوار آدم ریستفیدیه مردم مزاری نکو دل نرنجون بعد آخی همسایی ما ببخشیم ماما جون خیره به دل خونه گیرین تو هم تم دیاغلتره دیگه چکا کنم.